سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو رو بهتون تبریک میگم. یک سال دیگه گذشت و یک دور دیگه ما به دور خورشید چرخیدیم و همراه با خورشید یک دور به دور کهکشان که نه یک مقدار جابجا شدیم در مسیری که به دور کهکشان داریم. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید، پر از سلامتی و شادابی و تفریح و پول، چیزی که هممون فکر کنم دنبالش هستیم. امیدوارم که به همه این چیزایی که گفتم و خودتون دوست دارید برسید و سال خوبی در پیش داشته باشید. یک سال دیگه ما به دور، در واقع یک دور دیگه به دور خورشید چرخیدیم، اما همون جایی که سال قبل بودیم نیستیم. این دو تا نکته داره، هم از نظر مکانی که ما همون جایی که سال قبل دقیقاً توی همین زمان وایستاده بودیم از نظر مکانی نیستیم، و همین که یک سال سن ما بیشتر شده، بزرگتر شدیم، ایده های جدیدتری داریم، به یک سری اهدافی که داشتیم رسیدیم و یک سری اهداف جدید هم داریم که میخوایم بهش برسیم. برنامه‌ریزی های جدیدتر، اهداف جدیدتر و همین دیگه. امیدوارم که سالی که در پیش داریم سال بسیار خوبی برای هممون باشه. خواستم فقط این ویدیو رو بگیرم و سال نو رو بهتون تبریک بگم و بگم که این هفته رو من نتونستم ویدیو بگیرم. انشالله از هفته های بعدی چند تا ولاگ خوب توی تعطیلات نوروز گرفتم، حتما اونا رو ادیتاشو انجام بدم براتون آپلود میکنم. مرسی، فعلا خداحافظ.